سلام رفقا، خوش اومدید. امروز در مورد سلاحی در تانهال 5 صحبت میکنیم. بله، بالون برای تانهال 5 عین چیت عمل خواهد کرد. ابتدای اون رو ارتقا میدیم، بعد منتظر میمونیم تا ارتقاش تمام میشه. قدم بعدی آماده سازی ارتشی که استفاده میکنیم شامل 10 جاینت، 13 بالون قهرمان و ما بقیه از آرچر هاست. نبرد اول شروع میکنیم. سعی میکنیم اول هوایی ها رو بزنیم، جاینت ها رو به سمت اونها میفرستیم. جاینت ها عین تانک کاور میکنن. مرحله بعد فرستادن بالون هاست. ترکیب این دوتا باعث میشه تمام دفاعی ها زده شن. همونطور که میبینید دفاعی ها تک تک از بین میبرن. سرآخرم آرچر ها رو میفرستیم و منتظر میمونیم که نبردمون تموم شه. رفقا، لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. نبرد دوم شروع میکنیم. نبردی که تو اون مپ قوی تره، البته با همه استراتژی، ببینیم نتیجهمون مثل قبل میمونه یا نه. دقیقاً مثل سری قبل اول دفاعی هایی که هوایی میزنن رو صد از جاینت ها کاور میکنیم. تو مرحله بعدی بالون ها رو پشت سر جاینت ها میفرستیم که آسیب کمتری ببینن. همونطور که دیدید بالون توی تانهال 5 واقعا سلاح مخفیه. اگه تازه به تانهال 5 رسیدی حتما اول بالون رو آپگرید کنید. نظر شما چیه؟ آیا شما با بالون تجربه دارید؟ تجربیاتتون رو روی کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود حتما لایک کنید. برای حمایت از من سابسکرایب کنید. به دوستان هم که تازه بازی شروع کردن این ویدیو رو معرفی کنید. با امید دیدار توی ویدیوهای بعدی.